یکی از مهمترین مراحل مدل سازی بام شیب بندی اون. بریم با همین آموزش رو داشته باشیم. ابتدا یک کف به ضخامت 10 سانت یا بیشتر بسته به شیب بام در نظر میگیرید. سعی کنید کف ها چهارگوشه و منظم باشن. همینطور که میبینید من داخل این بام 3 تا کف چهارگوشه و منظم ایجاد کردم. کف را انتخاب میکنیم. Modify Sub Element رو انتخاب میکنیم و Add Point رو میذاریم. یک نقطه دقیقا جایی که قرار آب رو قرار بگیره میذاریم. حالا نقطه رو انتخاب میکنیم و ارتفاعش رو 10 سانت نسبت به بقیه کمتر میذاریم. همونطور که میبینید شیب به سمت آبرو ایجاد شد. برای بقیه قسمت هم همین کار رو انجام میدیم و برای کنترل شیب اون توی پلان از قسمت انوتیت و اسپاد اسلوپ شیب اون رو قرار میدیم. همونطور که میبینید شیب 1.5% رو داره و مشکلی هم نداره. اگر سوالی داشتید داخل کامنت ها ازم بپرسید و هم منتظر آموزش های بعدی هم باشید.